سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب بشمرسه بریم سراغ درس دوم فصل سوم ریاضی نهم و تمام سوالاتش رو دونه دونه حل کنیم و جلو بریم. چون زد طولانیه با سرعت زیاد میرم جلو. این بالا در رابطه با در حقیقت استفاده از حواس چنگانه تو استدلال صحبت کرده، بعد اومده در فرض‌ها یا داده‌ها صحبت کرده، بعد اومده گفته که حکم همون خواسته مسئله است. بریم سراغ فعالیت این صفحه. میگه یه گفتگو داده، سریع نگاه کنید. آیا در هر لوزی زاویه‌های روبرو با هم برابر است؟ صحیح گفته بله، من در یک کتاب هندسه دیدم که اثبات کرده بود که متوازی الاضلاع زاویه‌های روبرو با هم مساوی اند تو متوازی الاضلاع، پس لوزی هم نوعی متوازی الاضلاع است. در این مسئله اجرات مهم میشه و اثبات آن. فرض، حکم، استدلال را در زیر کامل کنید. فرض چیه؟ فرض همون اطلاعاتی که داده شکل لوزیه. حکم چیه؟ هر زاویه با زاویه روبروی خود برابر است. روبرو برابر است. خب استدلال، لوزی نوعی چیه؟ متوازی الاضلاع است. در متوازی الاضلاع زاویه های روبرو برابره. حالا که لوزی نوعی متوازی الاضلاع است، متوازی الاضلاع هم این خاصیت رو داره، پس در لوزی زاویه های روبرو با هم برابر هستند. و سلام. دو، اولین اقدامی که برای اثبات انجام میدیم تشخیص فرض و حکمه و واقعیت های مرتبط با آن مسئله است که از قبل آنها رو میدونستیم. در مسئله زیر فرض و واقعیت ها از قبل ثابت شده یا دانسته و حکم رو به زبان ریاضی بنویسید و عبارت ها رو بیاید کامل کنید. فرضمون اینه که آب 3D مستطیل، حکممون اینه که قطرها با همدیگه، قطرهای مستطیل با همدیگه مساوی‌اند. فرض اطلاعاتیه که به ما داده، حکم اون چیزی که از ما میخواد. خب من میتونم بگم که زاویه های مستطیل یعنی A، B، C، D اینا همه 90 درجه. تمام. AD مساوی با AB، جفتشون AD مساوی BC، اینا دوتاییشون با همدیگه دو ارزن. AB مساوی DS، دوتاییشون طولن. AB موازی با DS، دوتا طولا با هم دیگه موازی هن. AD موازی با BC. حکم چیه؟ حکم هم اینه که قطرها با هم برابرن. AC مساوی به D و سلام. تمام. کار در کلاس بعدی. فرض و حکم را برای مسائل زیر مشخص کنید. 1. در دو مثلث داده شده زوایای برابر مشخص شدن. ثابت کنید زاویه سوم برابرن. خب خودش گفته فرض چیه؟ اطلاعاتی که به ما داده. خودش گفته زاویه A با D برابره، زاویه B هم با این دو خطی نمایش داده با هم برابرن. چی خواسته؟ ثابت کنید که زاویه های سوم که C و F هستن این دوتا هم با هم دیگه برابرن. تمام شد. سوال 2. اگر در یک مثلث دو زاویه نابرابر باشن، ضلع روبرو به زاویه بزرگتر از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر. این مهمه، حتما این قانون رو حالا استفاده میکنیم در تست ها. من یه شکلی اینجا میکشم، اسمش رو میذارم، اسم این مثلث رو مثلا رأسش رو نامگذاری میکنم A B C. میگم که فرض من اینه که زاویه B از زاویه A بزرگتره. اینجوری بنویسم. فرض من اینه. حکمم چیه؟ بیام ثابت کنم ضلع روبرو به زاویه بزرگتر که یعنی AC میشه ضلع روبرو به B از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر که BC بزرگتره و سلام. تمام. خب بریم سراغ سوال 3. نشان دهید. من اینو چون اینجا نوشتم اینجوری دورش خط میکشم و یه فلش که قاطی نکنید. 3. نشان دهید در هر مثلث اندازه هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور آن برابر است. و من کافیه که اینجا یه دونه مثلث بکشم،
مثلا اینو بذارم آ، این زاویه رو بذارم آ1، اینو بذارم ب، اینو بذارم س. فرض چیه؟ فرض اینه که مثلثه، یعنی آ و ب و س رو هم دیگه میشن 180 درجه. حکم من چیه؟ حکم من اینه که بیام ثابت کنم زاویه آ1 که زاویه خارجیه با b به علاوه 3 برابر تمام. بریم سراغ فعالیت صفحه بعد. در مسئله زیر فرض و حکم را بنویسید، اشکال استدلال شده و اشکال استدلال داده شده را بیابید، سپس استدلال درستی براش بنویسید. مسئله در شکل مقابل پاره خط آ3 نیمساز زاویه آست و اضلاع آب و آد با هم برابرن. ثابت کنید این دوتا مثلث هم نوشتن. خب فرض خودش گفته آ نیمساز دیگه، نیمساز زاویه آست، پس یعنی آ1 با آ2 با هم برابرن. خودش گفته اضلاع آب و آده با هم برابرن. حکم چیه؟ دو تا مثلث، یعنی مثلث ABC هم نهشته، اینجوری دو تا خط میکشم با یه دونه از این کلاه آ بالا سرش با ABC با هم دیگه هم نهشتن. اینو ما باید بریم اثبات کنیم. استدلال: چون آ3 نیم ساز است، داریم آ1 مساوی آ2 و س1 مساوی س2 و از طرفی ظل آ3 مشترکه، پس دو تا مثلث با هم دیگه به حالت دو زاویه و ظل بین هم نوشتن. خب ایرادش کجاست؟ ایرادش همینجاست. آ3 نیمساز آ هست. چجوری اومدی نتیجه گرفتی که س1 مساوی س2؟ یعنی ربطی نداره. استدلال درست چی بود؟ استدلال درست رو من اینجا می نویسم. می گفتش آ1 مساوی آ2. چرا؟ چون نیمسازه. بعد می گفت خود مسئله گفته آب مساوی آده. بعد میگفتش که آسه هم که عزیز من مشترکه و تمام. اون موقع میتونست به حالت تساوی دو ضلع و زاویه بین اثبات کنه که این دوتا هم نوشتن و بیاد بیرون. بریم سوال دوش. میگه در مثلث متساوی ساقین زیر عاده نیمساز وارد بر قاعده است، با استدلال نشان دهید که نیمساز میانه هم هست. خب نیمساز قرار باشه میانه باشه، میره ضلع روبروی خودش رو خدمتتون عرض بکنم نصف میکنه، یعنی اونو وسط اون میگذره. خب گفته ساقها برابرن، آب مساوی آ3 درست استدلال کرده، آ1 مساوی آ2 نیمساز درست استدلال کرده، آدم که مشترک درست. بعد گفته فلان به حالت دو زاویه دو ضلع و زاویه بین این دوتا هم نوشتن درست، بده مساوی سد کاملا درست استدلال کرده. گفته آیا در مثلث ABC میتوان نتیجه گرفت که نیمساز زاویه ب نیز میانه ضلع مقابل آن است؟ خیر، همچین نتیجه ای نمیتونیم بگیریم. ما واسه رأس آ اثبات کردیم ولی واسه رأس ب اثبات نکردیم. به عبارتی آیا میتوان خاصیت اثبات شده برای نیمساز آ را به نیمساز دیگر تعمیم داد؟ خیر، ما همچین کاری نمیتونیم بکنیم. باید بریم استدلال کنیم، دوباره دوتا مثلث بکشیم، اگر هم نهشت بودن میتونیم همچین اثباتی رو نتیجه بگیریم، ولی نمیتونیم از یه نیمساز به نیمساز دیگه‌ای نظرمون رو تعمیم بدیم. با استدلال زیر به سادگی میتوان نتیجه گیری کرد که قطر آ3 از مربع ABCD نیمساز زاویه آ3 است، چون دو مثلث به حالت سه هم نهشتند و زوایای متناظر آنها با هم برابرند. پس آ1 با آ2، س1 با س2 و لذا آ3 نیمساز است. آیا میتوان با استدلالی مشابه این خاصیت را به قطر دیگر نیز تعمیم داد و گفت به طور کلی در مربع هر قطر نیمساز زاویه های دو سر آن قطر است؟ بله، این دفعه میتونیم تعمیم بدیم. چرا؟ چون که روند استدلال هیچ تفاوتی نداره، یعنی روند استدلال
یکسان است. دوباره اونجا هم به طریق مشابه میایم و این کار رو دوست عزیز من انجام میدهیم. خب بریم سراغ سوال 4. میگه به نظر شما چرا در فعالیت 2 خاصیت مورد نظر قابل تعمیم به نیمسازهای دیگه نبود، اما تو فعالیت 3 اومدیم تعمیم دادیم؟ چرا؟ زیرا در فعالیت 2 من می نویسم که براتون بمونه، فرضهای مسئله تغییر کردن، ولی در فعالیت 3 از فرضهای یکسان استفاده کردیم. حالا اومده یک کات گذاشته، داره میگه که ما اگر خاصیتی رو برای عضو یک مجموعه اثبات کنیم میتونیم اون رو بیایم تعمیم بدیم به سایر عضوها. سوال 5 نقطه‌ای مانند پی روی عمود منصف پاره خط عابر در نظر میگیریم. ب دو سر پاره خط وصل میکنیم، دو تا مثلث به دست میان، این دو تا مثلث به حالت دو ضلع و زاویه بین هم نهشتن. نتیجه میگیریم که پاره خط های پی آ و پی ب برابرن. بعد فاصله نقطه پی که روی عمود منصفه از دو سر پاره خط یکسان است. آیا این اثبات برای اینکه نتیجه بگیریم نتیجه بالا هر نقطه روی عمود منصف برقرار است کافی است؟ بله حتما، زیرا نقطه P ویژگی خاصی جز روی عمود منصف قرار داشتن ندارد. یعنی ما یه نقطه دلخواه اومدیم انتخاب کردیم، نه یه نقطه خاص رو انتخاب کنیم بگیم که حالا به زور باید اتفاق بیفته. کار در کلاس. به استدلال‌هایی دقت کنید که 4 دانش آموز برای مسائل زیر آوردن. مسئله مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. آقای حامد گفته که یه مثلث مساوی الاضلاع در نظر میگیریم چون 3 تا زاویه داره، هر کدوم 60 پس مجموع 180. حسین گفته چند تا مثلث با حالت‌های مختلف میکشم، بعد میام زوایا رو اندازه میگیرم و جمع میزنم میشه 180. آقای مهدی اومده گفته شکل روبرو رو که از مثلث‌های هم‌نهشت تشکیل شدن میکشم و با مشخص کردن زاویه‌های مثلث آب3 مانند شکل با استدلال میگم که آ1 و آ2 آ3 میشن 180. یعنی میاد استدلال میکنه. استدلال رضا میگه من میام 2 تا خط موازی میکشم، میدونم که روبرو دو تا با هم دیگه خطوط موازی و مورب زاویه ها با هم دیگه برابرن. حالا میام از رأس آ یه خطی میکشم موازی با ضلع سوم، بعد میام استدلال میکنم از خطوط خلاصه خاصیت خطوط موازی و مورب، بعد میام ریاضی هم این شکلی می نویسم و خلاصه اثبات میکنم. میگه درباره معتبر بودنشون صحبت کنید. خب استدلال حامد که اصلا معتبر نبود، بریم بالا. چرا؟ چون یه حالت خاص رو در نظر گرفته بود. حسینم که چند تا مثال زده به این نتیجه رسیده، ولی خدمتتون عرض کنم که باز معتبر نیسته، چون با چند تا مثال نمیشه درسته یه چیزی رو اثبات کرد. آقای مهدی یه ذره استدلالش بهتره، ولی با هر مثلث دلخواهی که ما نمیتونیم کاشی کاری کنیم در حقیقت. پس اینم یه حالت خاص رو بررسی کرده، اما استدلال رضا کاملا درسته. اومده یه حالت کلی رو در نظر گرفته و بعد اومده مجموع زوایای داخلی رو گفته 180. شما زحمت بکشید این توضیحات رو بنویسید. ما جا نداشتیم دیگه ننوشتیم. فعالیت مسئله حمید، سعید، بهرام هر کدوم مقدار پول دارن. مجموع پولهای حمید و بهرام برابر 5000 تومان. مجموع پولهای سعید و بهرام نیز برابر 5000 تومانه. به نظر شما پول حمید بیشتر است یا پول سعید؟ دلیل خودتون رو توضیح بدید. خب مجموع پول حمید و بهرام 5000 تومانه. حمید به علاوه بهرام 5000. سعید و بهرام هم 5000 تومان.
به نظر شما پول حمید بیشتره یا پول سعید؟ استدلال خودتون رو بیاید و نتیجه گیری کنید. خیلی راحت همینجا میشه گفتش که پول حمید میشه 5000 منهای پول بهرام. پول آقای سعید هم میشه 5000 منهای پول بهرام. پس پول این دوتا با هم دیگه برابره. استدلال کردیم و به همین راحتی تونستیم نتیجه گیری بکنیم که پول این دوتا با هم دیگه برابره. بین استدلالی که برای مسئله قبل و مسئله بعدی هست چه شباهتی می‌بینید؟ فرض کنید که نشان دهید زاویه متقابل به رأس با هم برابرن. فرض می‌کنیم O1 مساوی O3 مانند شکل زیر متقابل به رأس باشن. داریم خب یه نگاهی بنداز. O1 و O2 گفته 180، O2 و O3 هم 180. خب O1 و O2 پس با O3 و O2 با هم برابرن. O2 ها رو از طرفین انگار اومده خط زده ریخته بیرون، O1 مساوی O3 شده و اثبات شده. در حقیقت شبیه همون پول حمید و بهرام 5000 تومانه، بعد دوباره پول سعید و بهرام 5000 تومان است دیگه، هیچ فرقی با هم نداره. بریم سراغ تمرین ها. یک قسمت نفسگیر بود و سریع تماش کنیم. آیا اثبات مسئله زیر معتبر است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. مسئله در هر مثلث اندازه زاویه خارجی با مجموع اندازه زاویه داخلی غیر مجاور، دو تا زاویه داخلی غیر مجاور برابره. اثبات مثلث متساوی الاضلاع ABC رو در نظر میگیریم، مجموع زوایای داخلی 180 هر زاویه. خلاصه اومده یه مثلث خاص رو در نظر گرفته دیگه. آیا معتبر؟ خیر. برای یک مثلث خاص اثبات شد. در صورتی که ما از اول اینجا داریم داد میزنیم که آقا بیا در حالت کلی در نظر بگیر. در سال گذشته با تعریف چندزلی ها آشنا شدیم. تعریف چندزلی محدب این شکلیه که اگر هر پاره خطی که از دو نقطه دلخواهش رو درونش رو با هم وصل بکنیم به طور کامل اون پاره خط درون مثلث قرار میگیره. اونی که محدب نباشه مقعره. 3 تا دانش آموز اومدن درباره محدب و مقعر بودن با هم دیگه بحث کردن. خانم نرگس گفته چندزلی مقابل محدب نیست، زیرا نقاط پی و کیو درون آن قرار دارند، اما پاره خطی که آنها رو به هم وصل می‌کند به طور کامل درون آن قرار نمی‌گیرد. مهدیه چندزلی مقابل محدب از زیرا نقاط تی و اس درون آن قرار دارد و پاره خطی که آنها رو به هم وصل می‌کند نیز درون چندزلی قرار میگیره. مریم چندزلی مقابل محدب است زیرا نقاط ام و ان درون آن قرار دارد و پاره خطی که آنها رو به هم وصل می‌کند نیز به طور کامل درون آن قرار دارد. استدلال نرگس کاملا درسته. چرا؟ اومده این مثال نقض ارائه کرده، انگار مثالی آورده که محدب نبودن را اثبات کرده. پس وقتی محدب نیست مقعر. خانم مهدی کلا استدلالش غلطه، چون اومده خدمتتون عرض کنم که یه حالت خاص رو بررسی کرده، ولی در تعریف چندزلی گفته بودیم هر پاره خطی که در نظر بگیریم داخلش بیفته. استدلال بریم سراغ استدلال خانم مریم. استدلالش بر پایه یه مثال در حالت کلی بررسی نشده. خب بریم سراغ سوال 3. آیا استدلال های زیر درست است؟ پاسخ خود را توضیح دهید. الف، هر مستطیل یک متوازی الاضلاع است. چارزلی ABCD متوازی الاضلاع است، پس ABCD مستطیل است. این استدلال حتما نادرسته. چرا؟ اگر چارزلی ABCD مستطیل بود میتونستیم در نظر بگیریم که حتما متوازی الاضلاع هست، ولی چون چارزلی هایی وجود دارن که متوازی الاضلاع هستند ولی مستطیل نیستند، استدلال بیان شده نادرست است. در حقیقت هر متوازی الاضلاعی بچه‌ها مستطیل نیستش دیگه. ب، در هر مربع ضلع برابرند. ABCD مربع نیست.
پس تمام ضلع با هم دیگه برابر نیستن. چه ربطی داره؟ شما 4 ضلعی دیگه نمیتونی پیدا کنی که ضلعاش با هم برابر باشن. مثلا لوزی، اگه آبستد لوزی بود چیکار کردی؟ مربع نیست ولی ضلعاش با هم برابرن، پس استدلالت نادرست. جیم، در هر مربع ضلع‌ها با هم برابرن، در 4 ضلعی آبستد ضلع‌ها با هم برابر نیستن، پس حتما آبستد مربع نیست. این استدلال کاملا درسته. چرا؟ چون ویژگی مربع رو ندارد. چجوری میخواد مربع از آب در بیاد؟ ثابت کنید هر نقطه روی نیمساز که روی نیمساز یک زاویه قرار دارد از دو ضلع آن به یک فاصله است. یه نقطه رو نیمساز میگیریم، اسم اینو مثلا میذارم آ، از این به این عمود میکنم اسمشو میذارم هاش، به این یکی هاش پریم اسمش رو میذارم، نقطه رو میگیرم ام، خودش هم گفته نیمسازه، پس آ1 و آ2 با هم برابرن. من سریع اینجا سوء استفاده میکنم، میگم آ1 مساوی آ2، هاش مساوی هاش پریم مساوی 90، آم هم که با آم مشترکه، اینو بد نوشتم پاک میکنم براتون، آم مساوی آم، این دوتا با هم دیگه مشترکن، پس من همینجا سریع فوری میتونم بگم که به حالت وتر و یک زاویه تند مثلث های آم هاش هم نهشتند و آم هاش پریم، این دوتا مثلث با هم دیگه هم نهشت از آب در میان. حالا که هم نهشتن، طبق اجزای نظیرشون ام هاش با ام هاش پریم دوستان با هم دیگه مساوی هن و سلام، و قسمت دوم هم تمام شد.